سلام علیکم. غده تیروئید یک غده حیاتی در بدن است. این غده دارای دو لوب است و یکی از بزرگترین غدد اندوکرین به شمار می آید. غده تیروئید در انسانها به شکل پروانه است و پایین حنجره قرار دارد. وظیفه غده تیروئید ساختن هورمون‌ها به نام T4 و T3 است که به درون خون ترشح می شود. این هورمون‌ها نقش عمده‌ای در متابولیسم، رشد و بلوغ بدن دارد و به تنظیم عملکردهای متعدد بدن کمک می‌کند. غده تیروئید برای ساختن هورمون‌ها نیاز به یود دارد. یود نوعی ماده معدنی است که به طور طبیعی در خاک، آب و برخی مواد غذایی گیاهی یافت می‌شود. گاهی اوقات غده تیروئید به درستی کار نمی‌کند و باعث ایجاد بیماری می‌شود. بیماری های تیروئید عبارتند از گوادر، بیماری هاشیموتو، کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید و سرطان تیروئید. گوادر یا بزرگی غده تیروئید به معنی افزایش سایز غده تیروئید است. کمبود یود شایع‌ترین علت این بیماری است. علائم گوادر ممکن است مشکل در تنفس و بلع، گرفتگی صدا، سرفه کردن و غیره باشند. در بیشتر موارد ممکن است پزشک شما گوادر را با قرص‌های یود یا هورمون‌های تیروئید درمان کند. اگر این بیماری با دارو درمان نشود، جراحی تیروئید نیز یک گزینه است که در طی آن بخشی یا تمام غده تیروئید برداشته می شود. در این حالت افراد مبتلا باید پس از مشورت با پزشک قرص‌های هورمونی مصرف کنند. بیماری هاشیموتو یک بیماری خودایمنی است. این بیماری زمانی رخ می‌دهد که آنتیبادی یا پاتن بدن به سلول‌های غده تیروئید حمله کنند و آن را تخریب کنند. این باعث التهاب غده تیروئید می شود. علائم این بیماری عبارتند از ریزش مو، خستگی، یبوست، خواب آلودگی، عدم تحمل به سرما، خونریزی شدید، قاعدگی در زنان، عدم تمرکز و غیره. علت این بیماری را نمیتوان از بین برد اگر التهاب منجر به کمکاری تیروئید شود. هورمون تیروئید از دست رفته را میتوان با دارو جایگزین کرد. این داروها حتما باید توسط یک پزشک تجویز شود. کمکاری غده تیروئید چیست؟ اگر غده تیروئید به اندازه کافی هورمون تولید نکند، کمکاری تیروئید نامیده می شود. این بیماری می تواند علتهای مختلفی داشته باشد، مانند بیماری هاشیموتو که باعث التهاب غده تیروئید می شود. برخی داروها، عمل جراحی و کمبود یود نیز ممکن است باعث کمکاری غده تیروئید شود. کمکاری غده تیروئید باعث ایجاد علائم در فرد می شود که برخی از آنها عبارتند از خواب آلودگی، تحمل کم در مقابل سرما، ضعف و خستگی، پوست خشک، کند شدن ضربان قلب، یبوست و غیره. برای درمان تیروئید کمکار، پزشک شما داروی هورمون تجویز می کند. این داروها کمبود هورمون در بدن را برطرف می کند. پرکاری غده تیروئید نیز نوع بیماری است که در آن غده تیروئید بیش از مقدار طبیعی هورمون ترشح می کند. این بیماری باعث علائم مختلف می شود، از جمله فشار خون بالا، کاهش وزن، ناآرامی درونی، اسهال، افزایش تعریق، ریزش مو، اختلالات خواب، لرزیدن دستها، افزایش تعداد ضربان قلب و غیره. دلایل زیاد می توانند باعث پرکاری تیروئید شوند، از جمله بیماری بازدو. مصرف زیاد یود نیز می تواند غده تیروئید را تحریک به ساخت بیش از حد هورمون‌های تیروئیدی کند. طوری که قبلا گفتم، یود ماده معدنی است که غده تیروئید از آن برای ساختن هورمون استفاده می کند. پرکاری غده تیروئید با دارو، یود رادیواکتیو یا عمل جراحی درمان می شود. داروهای ضد تیروئید تولید هورمون‌های T3 و T4 در بدن را مهار می کند. این باعث می شود تا میزان هورمون در بدن عادی شود. با یود درمانی یود رادیواکتیو تجویز می شود که منحصراً در سلولهای تیروئید ذخیره می شود. یود رادیواکتیو به سلولهای تیروئید آسیب می رساند.
در این صورت غده تیروئید کمتر هورمون ترشح می کند و میزان هورمون در بدن عادی می شود. امیدوارم این ویدیو کمک به شما کرده باشد. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.